یه سری افراد هستن که شکایت اصلیشون اینه که بی اختیاری ادرار پیدا میکنن یا استرس اینکانتیننسی. وقتی که میخندن یا جسم سنگین بلند میکنن یا هنگام سرفه و عطسه بی اختیار ادرار از بدنشون خارج میشه. اینها معمولا مشکل بعد از بررسی ها و اسکرینینگ که انجام میدن اگه پاتولوژی خاصی پیدا نشد، یکی از مهمترین ریسک فاکتورها برای این حالت ضعف عضلات کف لگنه. عضلات کف لگن نقش ساپورتیو روی ارگان‌های لگن مثل رحم، روده بزرگ و مثانه داره و برای بهبود عملکرد اینها به این عضلات نیاز دارن. به طور عادی با گذر زمان و روند افزایش سن این عضلات دچار ضعف میشن و عملکردشون کم میشه. منتها یک سری از افراد هم هستن که مثلا یک سری جراحی انجام میدن، مثل بعد از زایمان یا کسانی که پروستات عمل میکنن دوباره ممکن این عضلات ضعیفتر بشن. بعد از یائسگی هم به علت تغییرات هورمونی ضعف این عضلات رو میبینیم که معمولا در کسانی هم که مشکلات زمینه‌ای مثل دیابت دارن شیوع بیشتری داره. پس حالا ما برای اینکه این مشکل رو برای این عزیزان رفع کنیم روی عضلات کف لگنشون یک سری تمرینات ویژه داریم که این تمرینات رو انجام میدیم، قدرت عضلات زیادتر میشه، ساپورت بیشتری برای لگن فراهم میکنه و مشکلشون هر روز کمتر و کمتر میشه و این افراد باید مدام این حرکات رو تکرار کنن. یکی از مهمترین تمرینات کف لگن باید احساس کنید. به این شکلی که توضیح میدم این حالت رو باید در خودتون ایجاد کنید. تصور میکنید که موقع اجابت مزاج یا موقعی که در واقع ادرار میکنید میخواید اون حالت رو نگه دارید و یک انقباضی در ناحیه کف لگن تجربه میکنید. 3 ثانیه نگه میدارید. به مرور میتونه تا 8 ثانیه هم ادامه دار بشه. پروانه هم برای پا انجام میشه که باعث انقباض داخل عضلات پا میشه. بریم دوباره، بازو بسته میشه پا. خیلی یعنی با سرعت خیلی کم اینو انجام بدیم. تمرینات خیلی خوبم که برای کسایی که مشکل کمر ندارن میتونن تمرین بریجی رو انجام بدن. میان بالا، آروم برمیگردن. این حرکت خیلی کمک میکنه. 20 تکرار. بعد شکم دوباره میاد داخل، فرو میره، همونجا نگه میداریم، نفس حبس نشه تو این تمرین. دوباره یه پا میاد بالا، شکم تو همون حالت هست، اینجا به شکم استراحت میدیم، 20 بار تکرار میکنیم. بعدی عضلات شکم رو منقبض میکنیم، شکم گود میشه، در اصل فرو میره، همزمان کف لگنم انقباض میدیم، نفسمون ولی حبس نکنیم. 8 ثانیه نگه داریم این حرکت رو، 20 تکرار.